پرنده افسانه‌ای ایران. اولیش سیمرغه، پرنده‌ای که بالای کوه قاف لونه داره. توی شاهنامه اومده که زال پدر رستم زمانی که نوزاد رها شده‌ای در کوهستان بوده رو اون با خودش به لونه برده و مثل فرزند خودش پرورش داده. نماد خرد، پشتیبانی و درمانگریه. ققنوس. همه میدونن که ققنوس نماد تولد دوباره است و توی خیلی از فرهنگ‌ها هم وجود داره. ولی عطار توی منطق تر ققنوس ایرانی رو اینطوری توصیف میکنه: پرنده‌ای که توی هندوستان لونه داره، جفت و فرزندی نداره و هر 1000 سال زمانی که موقع مرگش فرا میرسه مقداری هیزم فراهم میکنه، روی اونها مینشینه، آواز غمگینی مثل ناله نی سر میده، بالهاشو باز میکنه و آتش میگیره و از خاکستر خودش دوباره متولد میشه. هما. جالبه که بدونی هما یک پرنده واقعی از انواع لاشه‌خواران ریش داره، ولی در باور ایرانیان اون یک پرنده خوشیمن بهشتیه که سایه‌اش روی سر هر کسی که بیفته خوشبختی و سعادت نصیبش میشه. شهباز. نماد قدرت و اصالت، باز شاهان. در باور گذشتگان اون نگهبان و راهنمای ایرانیان بوده. به رنگ زرد یا سفید دیده می شده و برای شکار تربیت می شده. در زمان هخامنشیان هم نماد معروف پرچم ایران عقاب طلایی یا همون شهبازه. کشور مال ایران بوده.